بعد یه دختر پسر هم یه گوشه سالن نشستن، البته الان دست کشیدن ولی خدا شاهده، یعنی از لحظه که من اومدم رو صحنه این دوتا کثافته یعنی من اول فکر کردم یکی داره زالو درمانی میکنه، میدونی؟ یعنی پسر حتی یه لحظه نمیومد نفس بگیره دوباره بره. کجا نشستن؟ اون چه کثافت؟ اینو ببین میگه کجا نشستن، جاشونو ببین. دختر پسر عزیز کثافت، میرفتید سینما ما میبینیم. ما بازیگر زنده ایم، با بازیگر رو پرده فرق داریم، میبینیم اذیت میشیم. بعد اینجا برای شما محل تفریحه، برای ما محل کاره. بحثم با آدم بر میخوره، میدونی؟ احساس میکنی یه شرایطی رو فراهم کردی. به فکر میکنم دختر پسر عزیزمون از سایت اشتباهی بلیط تهیه کرده. یعنی نباید میرفتن سینما تیکت، باید میرفتن جاباما.